همه دوستان. بخش چهارم به اصطلاح گفتگو در زمینه پر کردن CVA برای PO رو اینجا خدمت خانم شبنم هستیم که سوالات بخش 6 و 7 رو که دو قسمت پایانی این مجموعه هستن رو مرور خواهیم کرد و یه سری توضیحاتی میدیم. امیدواریم که برای شما به عنوان مخاطب مفید باشه. فراموش نمی‌کنیم که قرار است که شما تجربه خودتون رو به عنوان مثال ها و این پروژه ها بنویسید. قرار نیست ما اینجا جواب اینها رو بدیم و همین جواب ها الزاما اجباراً در پاسخ شما استفاده بشه. به عهده جاجمنت مهندسی خودتون میگذاریم که با توجه به سوال نمونه‌ای که PO ارائه کرده و توضیحاتی که حالا به ذهن من و شبنم جان میرسه اینجا میدیم، پروژه‌ای که مد نظرتون هست رو تعریف بکنید. شما هم میخواین یه سلامی به دوستان بکنید و بریم برای پاسخگویی بخش 6 و 7. بله، سلام عرض میکنم خدمت دوستان. امیدوارم که این سه تا ویدیویی که تا الان ضبط شده کاربردی بوده باشه و تونسته باشه کمک کننده باشه به کسانی که میخواد CVA رو بکنن. امروز میخوایم بحث آخر این مجموعه رو انجام بدیم و پارت 4 که میشه قسمت 6 و 7 رو کامل کنیم و این حکایت رو به سرانجام برسونیم. بسیار عالی، بسیار عالی. کامپتنسی 6 میاد و برمیگرده به داستانهای سستینبیلیتی و سیفتی روی محیط زیست و تاثیرات پروژه ها روی سلامت عمومی افراد. حالا سلامت عمومی منظورم ایمنی شده که مثلا چقدر میتونه کارها و تصمیم های مهندسی روی پابلیک تاثیرگذار باشه، چه از لحاظ محیطی چه از لحاظ خطرات بالقوه‌ای که میتونن ایجاد بکنن. همین بریم برای پاسخگویی. آره. میرم سراغ سوال شماره 6 که در واقع در زمینه این هست که یک مهندس در پروژه‌ای که میخواد انجام بده نشون بده که چطوری عامه جامعه رو تونسته با روش‌های مهندسی سیف نگه داره یا پروتکتشون بکنه. چیزی که من میتونم بگم مثلا برای یک کار مهندسی حالا صنایع یا مکانیک تو نصب مثلا تجهیزات، این حالا علاوه بر اون تورکی که اون بولت و به اصطلاح پیچ داره تا اون تجهیز روی فاندیشن قرار بگیره و نصب بشه، به خاطر وایبریشن فاندیشن یا وایبریشن دستگاه بعضی وقت این پیچا شل میشن یا این مهره ها شل میشن و برای این کار مثلا میشه یه پروژه رو تعریف کرد که پروژه نصب دستگاهی بوده. اکشنی که لازم بوده این است که مثلا محاسبه کردیم که اینقدر نیرو داخل پیچ لازمه، اومدیم مهره رو با یه تورک سنجی بستیم، ولی از طرفی به خاطر اینکه دستگاه یه وایبریشنی داشته و فاندیشن هم یه وایبریشنی داشته، برای لوس شدن جلوگیری از لوس شدن اون مهره ها اومدیم از چسب لاکتایت استفاده کردیم که تو بازار هم زیاده دیگه، با همین عنوان هم سرچ بکنید در میاد. چسب لاکتایت استفاده کردیم که دیگه وایبریشن نتونه این پیچ رو این مهره رو باز کنه. یا حالا مثلا مثالای دیگه، ولی کلیت بعد این باشه که یه پروژه تعریف میشه، برای اجرای معمولی اون پروژه یک ریسکی بر علیه جامعه یا سلامت جامعه کشف میشه و شما با روش مهندسی اون ریسک رو حذفش میکنید. شبنم جان. بله، مرسی. داستان اینه که ما توی مهندسی عمران کلاً همونجور که از اسمش CV مشخصه همه کارهایی که انجام میدیم مرتبط با سیفتی پابلیک سیفتی ببخشید. از اینجاست که شما ساختمون که میسازین آدم ها دارن دور زندگی میکنن، زندگی روزمره در جریانه، چه در حین ساخت چه در مراحل ابتدایی، یا مثلا چه میدونم دارین پروژه راهسازی هستین، مردم دارن از اون کنار تردد میکنن. در نتیجه آوردن مثال به نظرم برای بچهای عمرانی توی این زمینه خیلی راحت، چون که هر پروژه‌ای که باشه ما یه سری سیفتی هایی هم باید در نظر بگیریم. حالا مثلا من میتونم مثال هایی که توی کامپتنسی های قبلی زدم راجع به باز همون بودبرداری و خطراتی که برای خونه های اطراف میتونست داشته باشه صحبت بکنم، بگم چه چیزایی رو در نظر گرفتیم، اکشنمون چیزی بود، ریزالت هم این بود که خب خوشبختانه اتفاق نیفتاده و پروژه با موفقیت به سرانجام رسید. همین توی زمینه به نظرم سازه این سوال آسونیه که بخوایم جواب بدیم.
خیلی عالی، دست شما هم درد نکنه. پس ما این رو برای این کفایتش رو اعلام میکنیم. سوال 6 رو میخوایم جواب بدیم. یه بحث و شوخی با بهشاد جان داشتیم این که این داستانی که ریلیشنشیپی که پابلیک داره با اکتیویتی های مهندسی، خب خیلی بیشتر توی مهندسی های تو مهندسی عمران ما خیلی مثال داریم براش، برای که خب خیلی کار مستقیم و پابلیکه، ولی خیلی از مهندسی ها به خاطر اینکه این رابطه مستقیم و در حضور پابلیک و تاثیرگذار و مستقیم بر پابلیک رو ندارن، شاید یه مقدار سخت‌تر باشه. حالا تو بحث کار خودم مثلا میتونم بگم یکی از آخرین کاری که کردیم یه پروژه‌ای بود که یه حالت طره مانند داشت، یعنی مثل بالکن، و ما باید اونجا فرکانس اون فضایی که نسبت بالکن اجرا میشد رو در نظر میگرفتیم که راحتی افراد رو تامین بکنیم. داستان فرکانس هم اینه که مثلا شما مثل که روی سقفی راه برین و هر لحظه احساس کنین سقف داره میریزه. حالا درسته که در واقع نمیریزه، ولی اون احساس راحتی که به شما میده کاملا مرتبط با اون طراحی مهندسی که برای اون فرکانسی راحتی انجام داده میشه. یعنی به این سادگی میتونه تاثیرگذار باشه، یعنی چون شما در سیفه ولی احساس راحتی شما هم مهمه. خیلی خیلی مثال هست برای مهندسی عمران. من مثال خودم رو گفتم که آخرین چیزی که در نظر گرفتیم و حل کردیم و انجام دادیم و اکشنش هم این بود که در یه بازه‌ای طراحی کردیم، آوتکامش هم این بود که در یه بازه‌ای طراحی کردیم که این پابلیک رو در نظر بگیریم، احساس راحتی آدم رو در نظر بگیریم. حالا بهشاد جان شما. خیلی ممنون. عرض کنم که همونطور که شما گفتید خیلی کارهایی که یک مهندس مکانیک میکنه در واقع مخاطبش پابلیک به معنی مردم کوچ خیابون نیستن، میره به سمت اینکه کارگر یا اون مهندس یا مسئول خطی که از اون اکویپمنت یا چیزی که نصب شده استفاده میکنه. به هر حال اگه کسی ساعت خودرو کار کرده باشه، طبعا خودرو به عنوان یک آیتمی که طراحی مهندسی مکانیکی داره و علاوه بدنه یا موتور، علاوه سیفتی خودرو برای کسی که سوارش میشه و برای پابلیک، این میتونه یه مثال باشه. کسایی که کار طراحی قالب میکنن، بحث حالا نوع قالب و سیفتی قالب برای کارگری که کنارش وایساده، کسایی که تو مهندسی شیمی، اصلا مواد شیمیایی که در هاوس هولد استفاده میشه، به هر حال به عنوان کلینر یا صابون یا همون آب ژاول یا اون جاوکسی که اینجا میگن یا بلیچی که ما میگیم، همه اینها به هر حال چون که با پابلیک در تماس، فرمول کردنشون اثر جانبیشون اگر خورده بشه یا به دست و صورت پاشیده بشه، اینا مواردیه که یک مهندس شیمی وقتی چیزی رو فرمول میکنه یا مهندس مکانیک وقتی دستگاه طراحی میکنه باید در نظر بگیره. میگم در بخش مهندسی مکانیک بیشتر پابلیک برای ما کارگر و کسانی که تو خط تولید هستند معنی میده. خود پی او هم یه مثالی زده که در واقع برای بچهای برق، اونایی که کار تحقیقات در زمینه نصب ترانسفورمر رو توی کاندو کانستراکشن سایت ارزیابی میکنن، بحث گراندینگ و این هاست. کسایی که کار لوبریکانت و چربیجات صنعتی کردن، بحث روغنی که تو اون ترانسفورمر هست مهمه. کسایی که طراحی ترانسفورمر کردن، بحث سازگاری کاغذ و اون روغن و تاثیرش روی عمر و عدم انفجار اون ترانسفورمر مهمه. یک کاغذی داره که دور وایندینگ کاپر قرار میگیره که حالا اون فایبر پس بدهد ندهد از اینجور داستانا. به هر حال به عنوان مهندس ما بایستی آگاه باشیم که این کالایی که فرموله میکنیم یا قطعه‌ای که طراحی میکنیم یا مجموعه‌ای که اسمبل میشه زیر نظر ما، این تا چه حد میتونه تاثیر بذاره روی سلامت کسی که باش کار میکنه یا از کنارش عبور میکنه. چیز دیگه هست که شما فکر کنیم ما باید صحبت کنیم؟ نه، همین که کفایت میکنه. بسیار. یه سوال 6 که در واقع نقش رگولاریتی بادیز در کاری که ما انجام میدیم رو باید صحبتشو بکنیم. تو بخش مکانیک و طراحی مکانیک مجموعه‌ای مثل ازمی و ASTM و آیزو و SAE و API و اگما، کسایی که گیربکس طراحی میکنن، اینا همیشه هست.
البته بر اساس مندرجات کتاب طراحی اعضای شیگلی هر کسی میتونه مثلا یه شافت طراحی کنه، میتونه یه گیربکس طراحی کنه، همین کارا رو میتونه بکنه. ولی آگما هم به عنوان که گاورنینگ بادی از زمینه گیربکس و طراحی گیربکس خودش گایدلاین داره. گایدلاین اون رو هم میشه استفاده کرد. به نظر من وقتی که از این گایدلاین ها استفاده میشه هم مهندس سیفتره، یعنی خیلی دیگه نگران اشتباه محاسباتی و اینهاش نیست. همین که وقتی در چارچوب اون گایدلاین میره جلو کارش قابل دفاع تره. یعنی هر کی هم گفت آقا چرا مثلا ضخامت یا مدول این چرخنده عدد 30 در اومده یا عدد 10 در اومده، گایدلاین آگما مشخص که میتونه استفاده کنه. یا مثلا ازمی سکشن 8 بکنم برای کسایی که تو مهندسی مشاور کار میکنن، خیلی مهمه برای عایق بندی مخازن. و کتاب پرشر وسل هندبوک برای کسایی که مخازن تحت فشار طراحی میکنن، فیلتر تحت فشار طراحی میکنن. همه اینا گایدلاین داره و استفاده میشه. و یه پروژه رو میشه به راحتی تعریف کرد که مثلا من قرار بوده یه دونه مثلا فیلتر تحت فشار طراحی کنم یا یک مخزن تحت فشار طراحی کنم. روش دستی از طریق محاسبات المان‌های تحت فشار که توی کتاب شیگلی هست، مثلا این ضخامت بدن را بهم داده با این فولاد با این مگاپاسکال مثلا تنش ییلد. از اون طرف پاشتم رفتم داخل پرشر وسل هندبوک و اونجا مثلا اعدادمو کانفرم کردم. ما میدونیم در طراحی مهندسی مکانیک ضریب سیفتی فاکتور رول خیلی مهمی بازی میکنه. شما میتونید با سیفتی فاکتور مثلا 2.5 طراحی کنی، 2.2 طراحی کنی، 1.7 طراحی کنی. ابعاد دستگاه فرق میکنه، ضخامت بدنه تغییر میکنه و همین داره میشه نشون داد که شما بگید با چه استانداردی توسط چه گاورنینگ بادی تامین شده، با چه سیفتی فاکتوری چه کالایی رو من طراحی کردم. این میشه یه پروژه‌ای که تو این زمینه میتونه پاسخگو باشه. شما بفهمید. بله. توی بحث مهندسی عمران ما زیرشاخه‌های زیادی داریم دیگه. من حالا فقط بخش سازش رو میخوام صحبت بکنم که تخصص خودمه و میدونم اطلاعات دارم. رگولاتوری بادی هایی که توی این زمینه هستن، یکی کدها هستن و یکی استانداردها هستن. یکی کد MBCC داریم، بعد استانداردهای CSA هستش که حالا ما استفاده میکنیم. بخوایم بیایم نقش اینا رو بگیم، من میتونم به عنوان یه مثال واقعی که در کار خودم اتفاق افتاد این بود که ما تو ژانویه امسال 2025 که دارم راجعش صحبت میکنم، OBC که یک کدیه که برای اونتاریو در نظر گرفته شده برای طراحی سازه اومد و یه سری تغییراتی توش داد و اومد و بیشتر معذرت میخوام MBCC رو اداپت کرد و این باعث شد که یک سری از ضرایب زلزله ما تغییر بکنه و خب روی طراحی‌های ما و نتایج و آوتکام‌های ما تاثیرگذار بود. اینو میتونیم به عنوان یه مثال بیاریم و مطرح بکنیم. حالا توی هر فیلدی اون استانداردها و اون کدهایی که هستن هر کدومشون میتونن تاثیراتشون رو توی پروژه ها نمایان باشه. یعنی به طور کلی پروژه ها بر اساس همینها طراحی میشن و مثال آوردن فکر کنم راحت باشه برش. مرسی. خیلی هم عالی، دست شما درد نکنه. 6.4 که در واقع آگاهی از مفاد خاص بخش مثلا اون گایدلاین هایی که مربوط به ساستینبیلیتی اینا هست و چطور به اریای تخصصی ما اپلای میشه. ببینید ساستینبیلیتی کلاز در واقع یک رنجی از موضوعات هست، مثل environmental impact یا social impact یا economic impact یا resource efficiency، waste reduction و ethical practice. در واقع این همه زیر مجموعه specific sustainability ها قرار میگیرن. حالا همه ما تو بخش کار مهندسیمون میتونیم مثلا برای من مثالی که میتونم بزنم است که مثلا یه پروژه من بعد انجام میدادم، یه پرشر وسل رو بعد طراحی میکردیم. بعد از که طراحی دستیش انجام شد و پرشر وسل هم چک کردیم، مثلا ضخامت بدنه اون مخزن در اومد مثلا 12 میلیمتر. حالا بر اساس اون مواد و فشار و درجه حرارت. ما تو کارگاه ساخت ورق 12 نداشتیم، ورق 14 میل داشتیم. ورق 14 میل استفاده کردیم. درست سیفتی فاکتور رو برد بالا،
یه مقدار وزن و افزایش داد، ولی دیگه ما نرفتیم یه رول ورق جدید بخریم و بیاریم، از همونی که تو کارگاه بود استفاده کردم. و اتفاقا سوالی که تو مصاحبه پی از من پرسیدن همین بود که چرا این آپگرید انجام شده و ما بحث اکانومیکش رو در واقع در نظر گرفتیم. میشه روی موضوعات دیگه هم مثلا فکر کرد که حالا این طرحی که من انجام دادم چطور میتونستم بهترش کنم که اثرات محیط زیستی کمتری داشته باشه، تاثیر کمتری محیط زیست بذاره. مثلا شخصی میاد یه مخزن مواد شیمیایی رو در نظر میگیره، ولی به خاطر اینکه احتمال داره این مخزن نشت بکنه و سوراخ بشه، یه کانتینمنت وال هم در دورش مثلا طراحی میکنه، حالا با محاسباتی که یه مقدار فوتپرینت اون تانک رو افزایش میده و در نتیجه این رو برای محیط زیست بهتر میکنه. یا تو طراحی اتاق‌ها یا انبارهایی که استفاده میشه، مثلا برای انبار مواد شیمیایی طراحیش باید به گونه‌ای باشه که حالا بحث ارگونومی کارگر و سلامت کارگر که به جای خود ونتیلیشن، ولی اینکه بتونه یه بیسینی داشته باشه و اگر نشتی رخ میده بتونه رو جذب کنه. به هر حال این به اصطلاح گایدلاینایی که ما استفاده میکنیم اینها مرتب آپدیت میشه و بایستی که همیشه از ورژن آخرش استفاده بشه، چون اگر ورژن آخرش استفاده نشه ممکنه اطلاعات مغایر باشه با آخرین ورژن و در صورت که مشکلی پیش بیاد این برخورد جاجمنت مهندسی ما رو زیر سوال میبره دیگه که چرا از آخرین ورژنش استفاده نکردیم. خدمت شما. خب داستان ساستینبیلیتی یه جریان میتونم بگم جدیده توی دنیا که خیلی تمرکز زیادی روش شده به عنوان یه ارزشی که ما اضافه میکنیم به محصولاتی که تولید میکنیم. حالا تو بخش مهندسی، بخش مثلا کانستراکشن بخوام بگم، ما حتی تو ایران هم یه مفهوم ساختمان سبز اومده بود که میومد و تاکید میکرد روی عوامل محیط زیستی و اینکه میتونه چه شکلی کارآمدتر باشه. حالا چه میدونم از این که مثلا از این سولار پنل بذارن و یا استفاده از مسائلی که بتونه بهینه تر باشه و به محیط زیست آسیب کمتر برسه. توی اینجا کانادا هم خب یه سری از شرکت اصلا پیام اصلیشون اینه که ما همه پروژه‌مون رو میبریم به این سمت. پس درنش موضوع مهمیه و مثلا فوکوس روش زیاده. مواردی که میتونیم بهش اشاره کنیم پروژه هایی بوده که شما اومدین یه جوری مصالح مصرفی و که در نهایت منجر میشه به خب استفاده بیشتر از منابع طبیعی و کمتر کردین، یعنی یه راهکارهای یا متدهایی مثلا در طراحی استفاده کردین که منجر شده به استفاده کمتر از مصالح. یا اینکه اصلا میتونیم بگیم که مثلا اون کلاینت ما اومده بود و از ما درخواست کرده بود که این ساختمون باید لید سرتیفیکیشن داشته باشه، یعنی خیلی ساستینبل باشه و همه فاکتورها دونه بدونه توش رعایت شده باشه. اینا همه مواردی هستش که میتونین توی پروژه ها مثال بزنیم. من به شخصه با توجه به اینکه حالا خیلی مستقیم در این قضیه ورود نکردم، مثالی که خودم بخوام بذارم روی همون استفاده از تکنیک هایی که مصالح کمتری استفاده کردیم یا مصالح محیط زیست دوست تری استفاده کردیم. مثلا تو مبحث بتون افزونه هایی استفاده کردیم که برگرفته از پسماندهای مثلا حالا پتروشیمی بوده. یه همچون مسائلی رو در نتیجه هم این بوده که خب این پرکتیس ما جواب داده و یک محصول ساستینبل تحویل داده. همین. خیلی عالی، دست شما هم درد نکنه. برای سوال 6-5 که در واقع Promoting Sustainability Principles هست، ببینید مثلا یک مهندس مکانیک که داره یک دستگاهی رو برای صنایع غذایی طراحی میکنه، حالا تو کانادا CFIA هست و یه سری گایدلاین داره در مورد متریالی که باید استفاده بشه، یا برای یک مهندس شیمی که داره یک فرایندی رو برای کارخونه صنایع غذایی طراحی میکنه، اون هم یک گایدلاینایی داره که باید لحاظ بشه. واقعا این گایدلاینایی که تو هر صنعتی هست موجب میشه که اون مهندسی که داره برای اون صنعت کالایی رو طراحی میکنه یا فرموله میکنه در چارچوب اون گایدلاین‌ها بره جلو. مثلا انتخاب استنلس استیل های زنگ نزن و سازگار برای صنایع غذایی به جای مثلا فولادهای معمولی و رایج. این میتونه یه مثال باشه که شما بگید که من تو کار طراحیش دخیل بودم و اینجوری اتفاق افتاده. یا مثلا استفاده از فایر سیف متریال ها توی کار طراحی، یعنی مثلا پوشش عایق یک تانک رو یا یک مخزن رو میتونید از موادی انتخاب کنید که فایر ریتاردنت هستن.
سیفتی رو در محل ببرید با. یا مثلا در سیستم EAC که کنترل یک دوران توربین رو، توربین بخار رو مثلا کنترل میکنه، استفاده از روغن‌های فایر ریتاردنت، حالا HFDU HFDR اگه اشتباه نکنم، این همشون میتونه به عنوان یک پروژه مهندسی مطرح بشه که من این بر اساس اون ضوابطی که بر اون سند حاکم بوده این کار مشخص انجام دادم و اینقدر تونستم ساستینبیلیتی رو توی اون کار افزایش بدم. فراموش هم نمی‌کنیم که ساستینبیلیتی یه لیست بود، environmental impact بود، social impact، economic impact، resource efficiency، waste reduction و ethical practice. یعنی هر کدوم از اینها رو شما نشون بدید که بر اساس یک گایدلاینی در یک کار مشخصی که در یک پروژه انجام دادید بهبود دادید، میتونه جواب سوال 6-5 باشه. خانم شبنم. بله دقیقا میشه، چون همین موارد میتونه باشه. حالا من میخوام روی کار خودمون مثال بزنم. یه بخش سایت، اونجایی که به صورت عملی دارن ساختمون رو میسازن، میتونیم به مباحث ریسایکل کردن یک سری از موارد مصرفی توی خود سایت اشاره بکنیم. مثلا بگیم که ما اومدیم و یه داستان کاست بنفیت آنالیز انجام دادیم و بر اساس اون اومدیم مثلا فهمیدیم که ما میتونیم از این مصالح دوریزی که در حین ساخت اتفاق میفته در مثلا فلان جاها استفاده کنیم، در اتصالات استفاده کنیم، در یه سری از کارهای سازی استفاده کنیم و اینجوری تونستیم که اینقدر درصد سیو بکنیم و دوریزمون کم بشه، ریسایکل اتفاق بیفته و در نهایت بتونیم اون جریانات ساستینبیلیتی رو انجام داده باشیم. خیلی عالی، دست شما هم درد نکنه. خب میریم برای بخش 7 و سوالات مربوط به بخش 7. برای سوال شماره 7.1 در واقع این قسمت ساده داستان دیگه که نشون میده که شما چجوری پرسونال دیولپمنت پلنتون رو در واقع به پایان رسوندید. حالا پرسونال دیولپمنت پلن میتونه هر گونه برنامه‌ای برای یادگیری باشه، حالا چه آنلاین چه حضوری، گرفتن یه سرتیفیکیت زمینه کاریتون باشه، یا اکتیویتی های داخلی تکنیکال گروپس باشه، شما پرزنتیشنی داشتید، سخنرانی کردید، اینا همش میتونه که پرسونال دیولپمنت اکتیویتی های شما در اون شغل و در زمینه مهندسی در نظر گرفته بشه. حتی الان خود پیو هم برنامه پیک رو داره اجرا میکنه و بر اساس این برنامه پیک اول سال شما با یک کوئسشنری رو جواب میدید نسبت به اینکه کارتون چی هست و چند نفر بالا دستتون هستن و چه دوره‌هایی میبینید و چقدر گایدلاین دارید و از اینجور داستانا، و آخرش بر اساس یک محاسباتی پی او تو برنامه پیک به شما میگه که مثلا شما 6 ساعت 10 ساعت 15 ساعت باید امسال تو زمینه کارتون دوره ببینید و بعد شما این دوره ها رو میبینید، آخر سال آپلود میکنید توی سیستم و وریفای میشه و بعد شما میرید برای سال دیگه. پس اگر در زمینه کارتون سرتیفیکیتی گرفتید یا چیزی رو آموزش دیدید، میتونید به عنوان یه پروژه بگین سیچویشن این بوده که من می‌خواستم برای فلان سرتیفیکیت اپلای کنم و برای فلان موضوع برای یادگیری یا مثلا به عنوان سخنران در فلان قضیه در فلان کانفرانس، بعد چگونه این اومدم پریپر کردم براش، چه درسی خوندم، چه کتابی خوندم، چند ساعت دوره مثلا مقدماتی شرکت کردم در کلاس و بعد امتحان چطور بوده و چه نتیجه‌ای رو حاصل کردم. خدمت شما. بله، تو قسمت مهندسی عمران هم سیچویشن رو میتونیم تعریف کنیم که چه اتفاقی افتاد که ما فهمیدیم که دانش مورد نیاز رو نداریم. یعنی حالا میتونه آپدیت شدن کد باشه یا یه چیز به این سادگی باشه، یا اینکه نه اصلا شما رفتین در یه پروژه‌ای دارین که باید یه بخش‌هایی رو اکسترا بخونید، چون مثلا تو تجربه کاریتون به اون بخش نیاز نبوده و نرفته بودین مثلا سراغش. مثلا مصالح جدید، مثلا یه مهندسی بوده که مثلا همیشه با چوب یه مدلی کار میکرده، الان مثلا نوع چوبش تغییر کرده، نوع رفتار مثلا مصالح تغییر کرده، حالا باید پس سیچویشن میشه که اون احساس نیاز کجا اتفاق افتاده که رفتین سراغش. اکشن هم اینه که خب رفتیم انقدر ساعت دوره دیدیم، انقدر مطالعه کردیم، بعد فلان زمان برنامه‌ریزی کردیم و آوتکام هم این که ما تونستیم که دانش تخصصیمون رو با توجه به نیازی که وجود داشته در پروژه آپدیت کنیم.
خیلی عالی، دست شما هم درد نکنه. برای سوال هفتم در واقع گفته که به ما بگید از کجا میدونید که یه نالج گپی وجود داره که حالا بعد اون بحث سرتیفیکیت آموزشی اینها رو بتونیم انجام بدیم. ما معمولا برای اینکه نالج گپمون رو کشف بکنیم راههای متفاوتی هست که میتونیم به مارکت ترند نگاه کنیم، ببینیم مارکت الان نیازهاش چیه و چه تقاضاهایی داره. مثلا تو صنعت آیتی بنده خدا هر 6 ماه بار یه نرم افزار جدیدی میاد، یه زبان برنامه‌نویسی جدیدی میاد، بالاخره مارکت نشون میده که شما چه چیزی رو لازم یاد بگیرید. یه راه دیگه این است که به جاب مارکت نگاه کنید، یعنی ببینید خیلی خوب الان کسانی که دارن استخدام میشن چه توانایی دارن، چه نرم افزاری بلدن، چه تکنیکایی رو بلدن، آیا شما بلد هستید و بلد نیستید و چه باید بکنید که اینها رو یاد بگیرید. شما میتونید توی اون صنعتی که هستید برای خودتون رول مدل تعریف کنید، یعنی مثلا بگید که اگر من مهندس جونیور یه شرکت طراحی مثلا والو هستم یا پمپ هستم یا گیربکس هستم، اون سینیور انجینیره، اون مثلا سینیور منیجر بخش مهندسی، اون داره رو چه موضوعاتی کار میکنه و چه چیزایی رو آموزش میبینه که من خودم رو آپدیت نگه دارم. یه راه دیگه که میتونید این گپ رو شما متوجهش بشید، تکنیکال بولتن ها یا نشریات تخصصی تو رشته‌تونه که تکنولوژی های جدید رو میاد معرفی میکنه و شما میتونید اون تکنولوژی های جدید رو در واقع نسبت بهش آگاه بشید و به واسطه این 4-5 تا روش میتونید از این فاصله که بین شما و اون سطح استانداردی که در مارکت هست آگاه بشید و بعد براش برنامه‌ریزی کنید تا دیولپ بکنید خودتون رو، با اون گپ رو پر بکنید و همین. به نظر من خیلی راحت میتونید بگید که جاب مارکت رو بررسی کردم، مارکت ترند رو بررسی کردم، متوجه شدم که تو بخش اکشن تیکن دیدم که چه گپ‌هایی وجود داره و بر اساس اون چه دوره‌هایی رو میخوام ثبت نام کنم یا ثبت نام کردم و آوتکامش هم این بود که اون گپ رو پر کردم. شبرم جان. پسا جان، من فکر کنم این خیلی مسئله کلیه و شما خوب کاور کردیم. من فقط صرفا یه مثال میزنم. مثلا ما تو مهندسی عمران همینجور که شما گفتیم مثلا یه سری نرم افزارهای جدید میاد. مثلا توی عمران اتوکد داشتیم که برای نقشه کشی استفاده میشد. یه خورده که گذشت رویت اومد که میومد همه دیسیپلینا رو با یه نقشه واحد من وصل کرد که مثلا الان مهندس برق یا مهندس مکانیک یا آرشیتکت وقتی میاد یه تغییری توی کلیات طراحی سازه اون ساختمون انجام میده، حالا تو بخش خودش سینک میشد و همه نقشه ها تغییر میکردن. خب این یه تکنولوژی جدید بود، یه کار خیلی کارآمدی بود که خب باعث میشد که اون کوردینیشن خیلی بهتر اتفاق بیفته و خطاهای هماهنگی ها خیلی پایین می آورد. میتونیم مثلا مثال بیاریم که آره ما از وجود همچین نرم افزار جدیدی آگاه شدیم و دیدیم که یه نالج گپی وسط وجود داره که باید بریم و کاورش کنیم و بریم این تکنولوژی یاد بگیم که تو ما هم بتونیم کارامون رو بهینه انجام بدیم. نتیجهش هم این بود که خب انجام دادیم و استفاده کردیم. خیلی عالی، دست شما درد نکنه. خب سوال آخر میاد میگه که راجع به برنامه‌ای که برای این داستان پروفشنال دیولپمنتتون داشتین رو توضیح بدین. چجوری شده که تونستین خودتون رو آپ تو دیت نگه دارین و گپ‌ها رو تشخیص بدین. چیزی که میشه برای این سوال، پاسخی که میشه برای این سوال آورد اینه که خب ما با توجه به نیازی که داشتیم یه برنامه آموزشی برای خودمون در نظر گرفتیم که توش مثلا یا سلف استادی کردیم یا رفتیم کتاب خوندیم یا از یک فردی رو به عنوان منتور انتخاب کردیم که بهمون کمک بکنه برای اینکه دانش خودمون رو ارتقا بدیم و اکشنش هم که الان گفتم ریزالتش هم این بوده که ما تونستیم که این برنامه رو اجرا کنیم. خیلی عالی، دست شما هم درد نکنه. به نظر من هم حالا فهم شما کاملا جامع و کامل و مانع و رادع بود و جای برای رادع بود. بله. بعد عرض کنم که ولی داستان این است که به هر حال سیچویشن این است که شما یه گپی رو، مثلا من اومدم توی مثلا همین قضیه طراحی گیربکس آگما که صحبت کردیم، اومدم یه گپ رو تشخیص دادم که تو مارکتی که من کار میکنم کار اینسپکشن یا کار مثلا سیفتی یا هلث چک گیربکس مثلا یه محلی از اعراب داره
بعد اومدم با همون کمپانی آگما یا یه سری کالج‌ها و دانشگاه که این کورس رو پیشنهاد می‌کردن تماس گرفتم. یکیش رو بر اساس حالا اویلیبیلیتیش یا کاستش یا نوعش یا اهمیت و اعتبارش انتخاب کردم و اونو انجام دادم و رفته جلو. برای همین این هم در راستای همون پر کردن گپ ما هست بین نالج و تخصصمون با اون چیزی که مارکت از ما نیاز داره و ترند مارکت است. خب با این عرض جواب سوال 7-3 هم کامل میشه. چیز دیگه ای هست شهرام جان که اضافه بکنی؟ نه دقیقا همه چی کاور شد. فکر کنم کلا بخش 7 باید فوکوس روی این باشه که ما چه شکلی به عنوان یه مهندس میایم و خودمون رو با توجه به دانش تخصصی روز آپدیت نگه می‌داریم و چه شکلی اینو در حیطه کاریمون اعمال می‌کنیم. خیلی عالی. سپاسگزارم. میریم سراغ اسلاید بعدی. رسیدیم به آخر سوالات CBA. به قول شاعر گفتش که به پایان رسید دفتر، به پایان آمد این دفتر، CBA همچنان باقی است. آره حالا اینکه بشینیم و بنویسیم اینا خودش یه پروژه است. من خیلی تشکر میکنم از شما که وقت گذاشتین 4 تا ویدیو رو دیدین. حالا امیدوارم که مطلبش براتون مفید باشه و مثمر ثمر. خانم شبنم میخواستن در زمینه ولیدیتورها یک مطلبی رو به سمع نظر ما برسونن. من با شما خداحافظی میکنم و شبنم جان بفرمایید. مرسی بهشاد جان. اول از همه ازت تشکر میکنم که قبول زحمت کردی اومدی و به ما کمک کردی در پر کردن این فرم CBA و از تجاربتون به ما آموختید. خیلی استفاده کردیم، واقعا ممنون از این لطفتون. امیدوارم واقعا بتونه کمک کننده باشه. خب ما از اولم قرار نبود که بیایم اینجا و مثال بیاریم که مثلا یه چیز کلی بریم، قرار بود که باز کنیم سوالاتو با توجه به دانشی که داریم در حد دانش خودمون و سواد خودمون باز کنیم که چه شکلی میشه انجام بدیم. فقط یه توصیه که میکنم اینه که چون حالا این CBA رو معمولا بچه‌های جدید دارن فرم میکنن، نذارین برای آخر لحظه، قشنگ وقت بذارین از آخرین روزی که امتحان تکنیکالتون رو دادین شروع کنین، تا اون 2 ماهی قراره جوابتون رو بگیرین شروع کنین به خورد اینا رو سر فرصت و حوصله انجام دادن. و قبل از اینکه اینو برای ولیدیتوراتون بفرستین، چون یه پروسه زمانبری هم هست، من توصیه میکنم ولیدیتور گایدی که خود PO اومده و منتشر کرده رو حتما شخص خودتون بخونین، چون یه مقدار بکنم 18 صفحه است اینطورا به طور خلاصه و کلامی برای ولیدیتورتون توضیح بدین که بتونین که اون نتیجه که مورد نظرتون رو بگیرین. خیلی از اون چیزی که PO میخواد پرت نیفتاده باشه. خیلی چیز پیچیده‌ای هم نیست، فقط اومده سیستم نمره‌دهی و با توجه به کدوم کاتگوری چه نمره‌هایی چه معنی میدن و توضیح داده که حالا یه نگاهی بندازین و توضیح بدین به ولیدیتورتون، میتونه خیلی کمک کننده باشه. برای همتون آرزوی موفقیت میکنم و امیدوارم که در زندگی سلامت باشید. سپاسگزارم. خدا نگهدار.